مفسیم تو همین جانب توانستند که بازی میکند. محمد جان حبیباللهیف سرمربی دسته استرافشان شهری استرافشان بوستون محسوب می شود و تیم مذکور در قطار ورزشگاه قرار گرفت که از همه بیشتر مخلصان در سال 2021 تشریف میارند. ضربه بسیار قوی به طرف دروازه بهترین امکانیت بود و ببینید چگونه وضعیت خوفناک به میان آمد. از فاصله دور ضربه خیلی خوفناک روان کرده شد. بار دیگر متوجه میشویم که چگونه ضربه با پای چپ از جانب حسین نورمتوف روان شد و توپ تا تیر دروازه برخورد. دلیر امام نظرف پرتوفتی و با داخل جریمه گاه فرصت خوب گلزنی ضربه و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. بسیار امکانیت خوب بود برای سهراب اسایف. توجه میکنیم بار دیگر اینجا اصلا افساید نبود، عموما افساید نبود و باید سهراب اسایف این حالت رو درست و دقیق استفاده میکرد. امکانیت است برای دوام دادن هجوم از کنار راتبه کریموف قرار دارد. پرتاب خود را انجام میدهد با داخل جریمه گاه. حمله ادامه خواهد یافت. از پا میافتد فوتبال بازی دسته استرافشان و نصرالله کبیروف به نقطه ضربه 11 متره اشاره میکند. جهانگیر سفروف توانست پنالتی کار کند. قاعده بازی را شیخ یاسین الله رحمان ویران کرده است و در ثانیه های اخیر قسم یکم میداندار فوتبال بازان استرافشان میتوانند از پنالتی حساب دیدار را کشایند. الهام براتوف مزمین فوتبال باز ضربه خواهد زد. ضربه بسیار قوی داد الهام براتوف. اینجا میتواند از ضربه قوی استفاده کند ولی او با دقیقیت بلند توپ را به دروازه وارد میکند و حساب بازی 0-1 میشود. دوستان ارجمند با سودی فوتبال بازان دسته استرافشان شهر استرافشان که اونها از استرافشان با شهر ایسار آمدند تا پیش صف بشوند. فوتبال بازان تیم استرافشان بوستون شهر استرافشان بوستون و تیم استرافشان بوستون میتوان گفت چون یکی از دسته‌های کانترین در فوتبال تاجیک محسوب میشود و شاگردان محمد جان حبیباللهیف پیش صف میشوند. دوستان ارجمند قسم اول رقابت با همین حساب اکنون به اتمام خواهد رسید چون دیگر وقت نخواهد شد برای بازیگران دوشنبه جهتی برابر کردن حساب. فرامور سیدوف به کنج دیگر جهید و ضربه الهام باشد کلان به طرف دیگر همان شد. نیمه اول با صداشتگ دوور به اتمام میرسد. دوستان ارجمند قسم اول رقابت با حساب 0-1 به انجام میرسد. یگانه گل را در نیمه اول الهام براتوف در دقیقه دوم زمگردیده به ثمر رساند و حساب دلیر امام نظرف پرتافتی و بعد داخل جریمه گاه امکانیت نوبتی برای فوتبال بازان دوشنبه و توپ را زده بیرون میکنند از جریمه گاه. فوتبال بازان استرافشان هجوم ادامه دارد. ارسال نوبتی وضعیت خوفناک ضربه و گل لیگنر دسته گل خیلی زیبا را به ثمر میرساند. امیر منش میموری بسیار حالت خوب گلزنی را به میان آورد و توانست فوتبال بازی مذکور توپ را با اصول خیلی زیبا به دروازه وارد سازد. خورسندی فوتبال بازان دسته دوشنبه واقعا هم امین با اصول خیلی زیبا توپ را توانست به دروازه وارد کند. مموری امین منش توجه کنید بار دیگر که چگونه او توپ را سرفال قبول کرد و رقیب را خیلی زیبا فریب داد. پرتافتی الشیر ارگاشف را استفاده کرد و توانست توپ را به دروازه وارد کند.
بازی خود را در شهر استرشن برگزار کرد و غلبه نمود با حساب 1-0 امیدوار به انجام رسید. ایلهام براتوف ضربه و این با اون طور ضربه نبود که خود ایلهام و مخلصان دسته استرشن میخواستند. ایلهام اصلا چنین حالتها میتواند ضربه قوی تر هم بزند. جهانگیر سفر بسیار پرتاب خوب انجام داد، ولی ضربه که زد ایلهام براتوف توسط مرکز روان شد و در آن موقعی که دروازه‌بان فرامور سعیدوف قرار داشت و به همون نقطه رفت. حمله دسته دوشنبه پرتاب به کنار میدان. امین ضربه نوبتی امین خیلی هم ضربه قوی فوتبالبازی مذکور، ولی توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. بازم امکانیت دادند به امین مموری منش تا ضربه خود را بزند و بازم خیلی خوفناک ضربه زد. حمله نوبتی دسته استرشن جهانگیر سفرов توپ را از دست میدهد. هجوم نوبتی دسته دوشنبه دلیر امام نظرov توپ را به نزدیکی جریمه‌گاه میبرد. دلیر دو نفر را فریب میدهد. ضربه دلیر امام نظرov خیلی هم خوفناک و دروازه‌بان توانست فرصت مذکور را برطرف کند. شهرزاد شمس‌الدینov حمله دسته استرشن پرتافت به داخل جریمه‌گاه. جهانگیر سفرov توپ را میگیرد، یک نفر را فریب میدهد. امکانیت ضربه و باید به طور دیگر ضربه را انجام داد. جهانگیر سفرov بسیار هم خوب بازی کرد تو با امین دم، ولی امین ضربه که زد بسیار هم به صورت پست روان شد. امین در بازی امروز خیلی خوب خود را نشان داد. فرهاد قاسمov پرتافتی و امکانیت برای زدن ضربه و بهترین فرصت گلزنی را از دست میدهد فوتبالبازان دسته دوشنبه دلیر امام نظرov. هرچند بازی خوب را نشان داد در مجموع، اما در همین حالت اشتباهی دخل میکند دلیر. فرهاد قاسمov از کنار خیلی خوب بازی کرد، پرتافت کرد به داخل جریمه‌گاه. بعدن عزت روزی و ضربه‌ای که با پای راست زد دلیر از موقع خود پیشتر برآمد. عزت الله روزی کارت زرد میگیرد و داور نصرالله کبیرov دوستان ارجمند صداوشک خویش را بلند نگرداند. بازی با نتیجه مساوی 1-1 به اتمام میرسد. صاحب 8 امتیازی میشوند دسته‌های دوشنبه و استرشن.